سلام بچه‌ها، یه فیلم میگیرم درباره بازی کانتر 2 هستش که فیلمشو میگیرم، هر چیشو میگم، حتی وصل شدنش هم میگم. خیلی خوب، ابتدا بازی برام شروع بشه باشیم. آره شروع شد. یک ایمیل میاره، این مهم نیست، اسکیپ رو میزنیم و اینم هیچی نیست و الان نیو گیم رو میزنیم. باید تنظیماتش رو بهتون بگم، یک چیزی رو تنظیم کنیم. سیتینگز میزنید، زبانش رو هم میخواد عوض بدید، مثلا ترکیه، من که انگلیسی دوست دارم. number of boats یعنی با چند تا آدم میجنگید، من که زیاد میکنم. difficulty سختی هم 10 بشه. اینجا هم اسمتون رو مینویسید و منم مینویسم اسم خودم. تمام نوشتم. ساوند صداشو هم زیاد، من صداشو زیاد کنم، بس صداشو زیاد کردم و تیم بایلنس هیچ نیست. راوند تایم یه بهتون تایمی میده، اونو زیاد کنید. و starting money پولشو زیاد کنید تا تفنگای قشنگی بخرید. و نیو گیم و اینجا جایتون رو انتخاب میکنید. من که انتخاب میکنم سپینارت و این کلاسیک هستش. اینم زامبی مود، من زامبی رو انتخاب میکنم، به نظرم زامبی خوبیه. و استارت رو میزنید. وقتی که استارت رو زدید اینجا میاد. اگه میخواید آدم بشید اینجا آدم ها رو انتخابی کنید، اگه میخواید زامبی بشید اینجا زامبی قویه، ولی من آدم ها رو انتخاب میکنم، سخته. و اوکی میزنم. ببینید پولمون 10,000 هستش و یه تفنگی بخریم. به نظر من 100 گله بخریم. سخته. وای اینجا که زامبی کم، اینجا کم. او میاد مرد بابا، خیلی سخته. جانم از 47 شد. وای مردم. بابا عیب نداره، میام منو. این زامبیاش بود، من که اینا رو بازی کردم و